عزیز، امروز با برنامه فوتبال خرطر در خدمت شما هستیم تا نتایج ضعیف تیم فوتبال دارگوزآباد رو بررسی کنیم. به همین خاطر از رئیس فوتبال دارگوزآباد که با حفظ سمت رئیس کمیته داوران هم هست و به تازگی به ریاست مطالعات و پژوهش تیم‌های فوتبال پایه دارگوزآباد منصوب شده دعوت کردیم تا در خدمتشون باشیم و مشکلات تیم رو از زبان خودشون بشنویم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. بله، متشکرم از اینکه وقت رو در اختیار من قرار دادین، ولی ما مشکلی نداریم. مشکلی ندارین؟ ما تو این 10 سال که شما رئیس فوتبال بودین حتی یه بردم نداشتیم. خوردن 98 گل و زدن تنها 1 گل که اونم گل به خود تیم حریف بود. بدترین تیم‌ها بودین. شما دارین مغلطه میکنین. اتفاقا بازی 3-0 هم داشتیم که به نفع ما بود. چرا اونو نمیگین؟ آها، همون بازی که شب قبلش به صورت کاملا اتفاقی طویل باشگاه حریف آتیش گرفت و به بازی نرسید رو بگی؟ حالا کی شما دنبال چی هستین؟ میشه بگین خودتون چجوری اینجا هستین مجری شدین؟ زیرا و کره خز نگران اینجا نشستین؟ این صندلی به هیچ کس وفا نکرده و چند تا نکته که اینجا جاش نسبت بگم. حواست جمع کن. اون دسته از دوستانی که رفتن مفتی مدرک مجریگری گرفتن، باید بهشون بگم اون مدرکتون بعدين بزنین در کوزه و آبشم بدین آقای لاکی بخوره. چه ربطی داره؟ اتفاقا من خیلی چیز از کره خم یاد گرفتم. اصلا خود شما یه عکس با شورت ورزشی دارین؟ لگد به پشت خر زدین؟ بله که دارم. گلم زدم. عکسش هم موجوده. همین الان با هم دیگه میبینیم. این همون گل معروفی نیست که با دست شد؟ بهش میگن گل دست خر؟ اینو شما زدین؟ بله پسرم، بله من زدم. میتونستم زدم. مشکلی داری؟ پسر، این گل با سر زدم. اینقدر که معروفه از روش سکه هم زدن. تمرش هم ساختن. Shed this tag of being an underachiever at World Cup. It's only his 3rd World Cup goal in his 12th game, but Ride it boy, lucky, roughly. مرتی که خر خیلی قشنگه دید که صدای نکرش هم گذاشته روش. کلا بردار. بله دیدی. فقط چند تا مطلب. اینکه این عکس سیاه‌سفید بود ولی سر شما رنگی بود. علاوه بر این سرتون تو ویدیو به صورت خیلی غیرعادی تکون میخورد. با منی؟ اینجا مگه به غیر از شما کسی دیگه هم هستش؟ خب یه مسابقه از سرمربی تیم در آخرین بازی داریم، با هم ببینیم و برگردیم. جناب پسرم، به نظر شما بازیکنان خیلی اضافه وزن ندارن؟ مگه شما باسکول داری آقا؟ علت این نتایج ضعیف و درگیری های شما با داور مسابقه در انتهای بازی چی بود؟ نه اصلا اینطوری نیست. تیم ما خیلی خوبم زارن شد. اتفاقا دویدیم دنبال داور که ببوسیمش. ولی نمیدونم چرا فرار میکرد. اجالتا فکر نمی کنین به خاطر اون چاقویی که دستتون بوده؟ کره خر. خب سرمربی تیم که خواهرزادتونه، درسته؟ بله درسته. کره خرم که بازیکن فیکس تیم است، درسته؟ خب بله. ظاهرا رئیس کمیته انضباطی هم دامادتونه، درسته؟ بله درسته. یعنی خواهرتونو؟ بله. آقای خر بابا، کره خر که تو تیم بازی میکنه مشکل سنی نداره؟ یعنی صغر سنی نداره؟ نه، ما سنشو کوچک کردیم. کوچک کردن خلاف قانون نیست؟ نه، ما قانونی کوچک کردیم. درست کوچک کردیم. یه لحظه صبر کنین. الو، بفرمایید. بله آقای شهردار. چشم باشه چشم. خب دیگه قرار شد برنامه همینجا تموم کنیم. ممنون از نگاه شما. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.